الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درباره بیان عقیده اهل سنت و الجماعت در جلسه پیش که در خدمت شما عزیزان بودم، مطالبی را درباره انواع توحید، توحید ربوبیت، توحید اسما و صفات و توحید الوهیت و عبادت پروردگار مطالبی را عرض کردم و در واقع تمام این مطالب در شرح و توضیح این نکته بود در ابتدای کتاب که علامه ابوالعز حنفی رحمت الله علیه فرمودند: نقول فی توحید الله تعالی معتقدین، که درباره توحید خداوند متعال ما معتقد به این هستیم که خداوند متعال واحد هست و یگانه هست. ان الله واحد، خداوند متعال یگانه و بی همتا هست. در ادامه مبحث میرسیم به یک بخش دیگر و مقطع دیگر از عباراتی که حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه از میان تمامی عبارات و تعابیر برگزیده و چنین می‌فرماید که ولا شیء مثله ولا شیء یعجزه ولا اله غیره. سه جمله بسیار کوتاه. ولا شیء مثله، مانند خداوند متعال، مثل الله چیزی نیست و هیچ چیزی مثل و مانند و شبیه پروردگار نیست. ولا شیء یعجزه، و هیچ چیزی و هیچ کاری خداوند متعال را عاجز و ناتوان و درمانده نمیگرداند. ولا اله غیره، و غیر از او اله و معبودی دیگر نیست. در این جلسه که در خدمت شما عزیزان هستم میپردازیم به شرح و توضیح این سه جمله‌ای که امام طحاوی رحمت الله علیه در ابتدای کتابش درباره توحید و صفات خداوند متعال بیان کرده. در واقع تعابیری که امام طحاوی در اینجا انتخاب کرده تعابیری بسیار دقیق و پرمحتوا هست و برگرفته از آیات قرآن کریم هست که برای هر یکی از این عبارات و برای هر مقطعی از این مقاطعی که در اینجا بیان شده تعدادی از آیات و احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم وجود دارند که این مطلب را بیان کردند. اگر نیک بنگریم و توجه بکنیم به این سه عبارت و این سه مقطع میبینیم که علامه طحاوی رحمت الله علیه با یک عباراتی بسیار لطیف و بسیار پرمحتوا همون انواع سگانه توحید را، توحید
ربوبیت را، توحید اسما و صفات را و توحید الوهیت را در قالب این سه عبارت با زیرکی تمام و با لطافت تمام بیان کرده. ما قبلا عرض کردیم خدمت شما عزیزان که توحید بر سه قسم هست: توحید اسما و صفات و توحید ربوبیت و توحید الوهیت. در اینجا امام طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید ولا شیء مثله، هیچ چیز مانند خداوند متعال نیست. یعنی این که در اسما و صفات خداوند متعال هیچ چیزی مانند خداوند متعال نیست، که در واقع این برگرفته از همون آیه هست که خداوند متعال می‌فرماید که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، مانند خدا هیچ چیز نیست و الله متعال و خداوند سمیع و بصیر هست. یعنی این که در اسما و صفات خداوند متعال، در ربوبیت و خالق و رازق و مالک بودن خداوند متعال و در الوهیت خداوند متعال لیاقت و شایستگی بندگی و پرستشی را که خداوند متعال دارد، لیس کمثله شیء، مانند خداوند متعال هیچ چیز نیست. و هو السمیع البصیر، و خداوند متعال سمیع و بصیر هست. پس بنابراین این جمله که می‌فرماید ولا شیء مثله، هیچ چیزی مانند خداوند متعال نیست، این در واقع برمیگردد به توحید اسما و صفات خداوند متعال. و جمله بعدی که می‌فرماید ولا شیء یعجزه، هیچ چیزی خداوند متعال را عاجز نمی‌کند، این در واقع برمیگرده به صفت قدرت خداوند متعال و کمال قدرت و توان الله متعال. وقتی که هیچ چیزی خداوند متعال را عاجز نمی کند، معنیش این است که قدرت خداوند متعال بسیار بالا هست و نامحدود هست. به این خاطر خداوند متعال از هیچ کاری عاجز نیست و هیچ کاری خداوند متعال را درمانده و خسته نمی کند و در واقع خداوند متعال خستگی ناپذیر هست. و اگر دقت بکنیم این قدرت خداوند متعال برمیگردد به افعال خداوند متعال، کارهایی را که خداوند متعال انجام میدهد، مانند آفریدن آسمانها و زمین، آفریدن انسانها، مدیریت دنیا، که تمام و تمام این برمیگرده به توحید ربوبیت خداوند متعال. پس بنابراین این جمله که ولا شیء یعجزه، این در واقع بیانگر توحید ربوبیت خداوند متعال هست. ولا اله غیره، غیر از الله معبودی دیگر نیست، این برمیگرده به توحید الوهیت خداوند متعال که غیر از الله معبودی که لیاقت بندگی و پرستش شدن و عبادت را داشته باشد غیر از الله وجود ندارد. پس بنابراین اقسام سگانه توحید را حضرت امام طحاوی به ترتیب توحید اسما و صفات و توحید ربوبیت و در آخر توحید الوهیت را در اینجا به همین ترتیب بیان کرده. قبلا عرض کردم که خداوند متعال در قرآن کریم در جاهای زیادی و در مناسبت‌های متفاوتی این توحید را بیان کرده و صریح ترین دلیل این توحید همین است که خداوند متعال می‌فرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، مانند خداوند متعال هیچ چیز نیست و خداوند متعال سمیع و بصیر هست. اگر این جمله را ما دقت بکنیم، این در این جمله هم نفی هست و هم اثبات هست. در ابتدای جمله خداوند متعال می‌فرماید لیس کمثله شیء، مانند خداوند متعال هیچ چیزی وجود ندارد و هیچ چیزی نیست. و در ادامه می‌فرماید و هو السمیع البصیر، منتها خداوند متعال سمیع و بصیر هست. از یک طرف مماثلت را و مشابهت را از خداوند متعال که مشابهت داشته باشد با مخلوقات اینو نفی می کند و از طرف دیگر خداوند متعال صفاتی را برای خودش اثبات می کند. این دقیقاً مانند جمله و کلمه طیبه هست که در ابتدا میگوییم که لا اله، هیچ معبودی نیست، و در ادامه میگیم الا الله، یعنی به همان گونه که کلمه توحید متضمن نفی و اثبات هست، این جمله و این آیه که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر همچنین این هم متضمن نفی و اثبات است. در این آیه خداوند متعال در واقع نفی می کند، یعنی رد می کند و مردود می داند نظریه ممثله و معطله را. ممثله اون کسانی هستند که صفات خداوند متعال را به صفات مخلوقات تمثیل می کنند.
مثلا چشم خدا را، دیدن خداوند متعال را، شنیدن خداوند متعال را، خشم خداوند متعال را، رضایت خداوند متعال را، یا استوای خداوند متعال را و همچنین صفات دیگری را که خداوند متعال در قرآن برای خودش بیان کرده، اینو تمثیل میکنند به صفات مخلوقات. مثلا میگویند که دست خدا مثل دست انسان هاست که این به اصطلاح میشود تمثیل که خداوند متعال در اینجا نفی کرده. میفرماد لیس کمثله شیء. پس بنابراین در این آیه از یک جهتی خداوند متعال رد زده بر ممثله آنهایی که خدا را مثل انسان میدانند یا انسان را مثل خداوند متعال میدانند، و در قسمت آخر آیه خداوند متعال رد نموده معطله را، آنهایی که صفات خداوند متعال را رد می کنند و تعطیل می کنند. به این معنی که خداوند متعال در این آیه مثلا می فرماید خداوند متعال سمیع هست و بصیر هست. خداوند متعال سمیع هست و بصیر هست. مثلا معتزله آمدن گفتند که خداوند متعال صفت سمع و بصر را ندارد. یکی از گروه هایی که در ابتدای زمانی که این گروه های انحرافی و گرایش های منحرف به وجود آمد، معروف ترینشان معتزله هست. معتزله به این اعتقاد بودند و بر این باور بودند که خداوند متعال صفات ندارد، سمیع هست منتها بدون سمع و بدون شنوایی، بصیر هست البته بدون از بصر و بدون از بینایی، که این یک موردی از مواردی هست که اومدند و صفات خداوند متعال را تعطیل کردند. خداوند متعال در این آیه در واقع این ردی هست بر اون کسانی که معتقد هستند که خداوند متعال نامه‌های زیادی ندارد و یا اینکه صفات خداوند متعال را نفی می‌کنند. و اهل سنت و الجماعت، من قبلا خدمت شما بیان کردم که ما معتقد به این هستیم که خداوند متعال نامه‌هایی دارد، ولله الاسماء الحسنی، خداوند اسماء حسنایی را دارد و همچنین صفاتی را دارد و هو السمیع البصیر. خداوند سمیع هست، بصیر هست، علیم هست، قدیر هست و حکیم هست و صفات بسیار زیادی را که خداوند متعال در قرآن بیان کرده و یا این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در احادیث خودش برای خداوند متعال بیان کرده. و درباره اسما و صفات خداوند متعال دلایل بسیار زیادی وجود دارد در قرآن کریم. به طور مثال خداوند متعال می‌فرماید هل تعلم له سمیا، آیا برای خداوند سمی هم نامی، کسی که هم تراز با خداوند متعال باشد سراغ دارید، که در واقع خیر. و در جای دیگر می‌فرماید فلا تضربوا لله الامثال، برای خدا مثال نزنید، زیرا که شما ذات خداوند متعال را نمیدانید، شما خدا را ندیدید، کیفیت خداوند متعال را هیچ کسی نمیداند. پس بنابراین نباید برای خداوند متعال شما مثال بزنید و خداوند متعال را تشبیه بکنید. یا مثلا در سوره آخری که در قرآن مجید همه من و شما را حفظ هستیم و سوره اخلاص از خداوند متعال در آنجا می‌فرماید ولم یکن له کفوا احد، هیچ کسی کفو خداوند متعال مثل خداوند متعال و مانند خداوند متعال نیست. پس بنابراین این تمام آیات دلیل بر این هست که خداوند متعال در ذات و صفات خودش بی همتا هست و هیچ کسی مانند خداوند متعال نیست. منتها خداوند متعال در قرآن کریم در برخی از جاها بعضی از صفاتی را که برای خودش اثبات کرده برای برخی از بندگان خودش هم اثبات کرده. به طور مثال خداوند متعال مثلا در آیت الکرسی درباره خودش می‌فرماید که الله لا اله الا هو الحی القیوم، خداوند متعال یگانه هست، غیر از اون خدایی و معبودی وجود ندارد و خداوند متعال حی و قیوم هست، زنده هست و بیدار هست. به همین گونه خداوند متعال این صفت حی را برای برخی دیگر از بندگانش استعمال کرده. مثلا می‌فرماید که یخرج الحی من المیت، خداوند متعال زنده را از مرده بیرون می‌کند. یا مثلا در جای خداوند متعال می‌فرماید که والله علیم حلیم، خداوند متعال علیم هست و حلیم هست. اما می‌بینیم که درباره حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند متعال می‌فرماید که و بشروه بغلام علیم، ابراهیم را به یک پسر بچه علیم بشارت و مژده دادن. فبشرناه بغلام حلیم، در جای دیگه صفت حلیم را استفاده کرده برای فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام.
یا مثلا در آیه میبینیم که خداوند متعال میفرماید ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خداوند متعال نسبت به بندگانش و نسبت به مردم رؤوف هست و رحیم هست، مهربان هست. و این همین صفت رو میبینیم که برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم ثابت کرده در جایی که میفرماید حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، این پیامبری رو که من برای شما فرستادم این حریص هست بر شما، بسیار دلسوز هست برای شما، بالمؤمنین رؤوف رحیم، بسیار مهربان هست. و همچنین صفات دیگری هست در قرآن کریم که خداوند متعال این صفات را در کنار این که برای خودش بیان کرده، این صفات را برای برخی از بندگانش بیان کرده. و توضیح این مطلب و بیان این مطلب این است که صفاتی را که خداوند متعال برای انسان هم بیان کرده و برای خودش هم بیان کرده، این در واقع یک نوع تشابه اسمی هست و یک نوع تشابهی در اصل صفت هست. و در واقع صفتی که خداوند متعال دارد با صفتی که انسانها دارند از زمین تا آسمان متفاوت هست و به هیچ عنوان یکی نیستند. من در جلسه قبل مثالی رو زدم برای شما و بیان کردم که بینایی خداوند متعال نامحدود هست و وابسته به یک عضو نیست که انسان باید چشم داشته باشد تا اینکه ببیند و فاصله حتما باید نزدیک باشد تا اینکه انسان ببیند، نور باشد تا اینکه انسان بتواند ببیند، حاجز و پرده و حجابی نباشد تا اینکه انسان بتواند ببیند. اما این مطالب و این چیزها برای خداوند متعال مطرح نیست. و برای شنیدن همچنین صدایی که بسیار زیاد باشد انسان نمیشنود، بسیار پایین باشد انسان نمیشنود، صدایی که دور باشد انسان نمیشنود. اگر انسان این آله را نداشته باشد، گوش نداشته باشد، نمیشنود. اما این چیزها برای خداوند متعال مطرح نیست. پس بنابراین این تشابه اسمی فقط به خاطر این هست که ما خداوند متعال را بهتر بشناسیم و با صفات خداوند متعال آشنا باشیم و بر اساس و مبنای این صفات خداوند متعال را عبادت بکنیم. بعد از یک برنامه کوتاه در خدمت شما خواهم بود و مطالب دیگری را درباره مقاطع دیگری خدمت شما خواندم عرض میکنم. من ذا يداني فضله وعلاه، هذا الذي أحيا الأنام هداه. هذا الرسول المصطفى لي أسوة. از صهیب رضی الله عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: عجیب است امر انسان مؤمن، چرا که امور وی همه خیر می باشد و کسی جز مؤمن چنین نیست. اگر به او خوشی رسد شکر می گذارد و برای او خیر است، و اگر به او سختی رسد صبر می کند و برای او خیر است. هو قدوتي. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. قبل از میان برنامه مطالبی رو درباره این عبارت امام طحاوی که فرمودند ولا شیء مثله خدمت شما بیان کردم. اکنون میپردازیم به این عبارت که میفرماد ولا شیء یعجزه، خداوند متعال را هیچ چیزی عاجز و ناتوان و درمانده نمیگرداند. این در واقع برمیگردد به صفت قدرت خداوند متعال و این
دلیل بر کمال قدرت خداوند متعال هست. در جاهای دیگری در آیات متفاوت و بسیار زیادی خداوند متعال صفت قدرت خودش را بیان کرده و یکی از نامهای خداوند متعال هم قدیر هست، یعنی اون ذاتی که قدرت و توانایی بی منتها و بی اندازه‌ای را دارد. به طور مثال در سوره بقره مثلا می‌خوانیم که خداوند متعال می‌فرماید ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند متعال بر هر چیزی قادر و توانا هست. آیه 20 سوره بقره ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند متعال بر هر کاری و بر هر چیزی قادر و توانا هست. و در سوره کهف خداوند متعال می‌فرماید و کان الله علی کل شیء مقتدرا، خداوند متعال بر هر کاری و بر هر چیزی مقتدر و توانا هست. و در جای دیگر خداوند متعال می‌فرماید و ما کان الله لیعجزه شیء فی السماوات ولا فی الارض انه کان علیما قدیرا، هیچ چیزی در آسمانها و زمین خداوند متعال را عاجز و ناتوان و درمانده نمی کند. انه کان علیما قدیرا، زیرا که خداوند متعال علیم هست و قدیر هست. در سوره فاطر اینو می‌فرماید. این جمله امام طحاوی که می‌فرماید ولا شیء یعجزه مستقیما از همین آیه گرفته شده، آیه 44 سوره فاطر که خداوند متعال می‌فرماید و ما کان الله لیعجزه شیء فی السماوات ولا فی الارض، هیچ چیزی در آسمانها، نه در آسمانها و نه در زمین، هیچ چیزی خداوند متعال را عاجز و ناتوان نمی‌گرداند. و در جای دیگر در آیت الکرسی مثلا می‌خوانیم که خداوند متعال می‌فرماید وسع کرسیه السماوات والارض ولا یئوده حفظهما، حفظ کردن آسمان‌ها و زمین و مدیریت آسمان و زمین خداوند متعال را به هیچ عنوان عاجز و ناتوان نمی‌کند. و تمام اینها نشانگر این است که خداوند متعال قدرتش کامل هست و قدرتش بی منتها هست و ما نمیتوانیم منتهای قدرت خداوند متعال را درک بکنیم. و این که خداوند متعال میفرماید که هیچ چیزی مرا عاجز نمی کند در آسمانها در زمین، هیچ چیزی نیست که بتواند خداوند متعال را درمانده و خسته بکند. و این جمله که خداوند متعال در این آیه فرموده و حضرت امام طحاوی از همین آیه این عبارت را گرفته که ولا شیء یعجزه، خداوند متعال خستگی ناپذیر هست، این در واقع برمیگردد به کمال قدرت خداوند متعال. و یک قاعده کلی هست درباره اسماء و صفات خداوند متعال. وقتی که ما میاییم یک چیز را از خداوند متعال نفی میکنیم، به همون گونه که در قرآن نفی شده از خداوند متعال یا در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میبینیم که بعضی از چیزها را و بعضی از صفات را رسول خدا صلی الله علیه وسلم نفی کرده از خداوند متعال، این برمیگرده به یعنی معنی این نفی در واقع اثبات ضد اون صفت هست. یعنی اگر یک صفتی را ما از خداوند متعال نفی کردیم، این به معنی هست که اون صفت متضاد این صفت را برای خداوند متعال اثبات کردیم و اون صفت متضاد را به صورت کامل برای خداوند متعال ما ثابت کردیم. به طور مثال مثلا در قرآن کریم خداوند متعال می‌فرماید ولا یظلم ربک احدا، پروردگار تو بر هیچ کسی بر هیچ احدی ظلم نمی کند. در این آیه خداوند متعال ظلم را و ستم را از خودش نفی کرده که خداوند متعال ستمگار نیست و خداوند متعال بر کسی ظلم و ستم نمی کند. معنی این صفت این است که کمال عدل را دارند خداوند متعال، عدالت خداوند متعال در حد اعلی و بالاترین درجه هست که با وجود این عدالت کامل دیگه خداوند متعال بر هیچ کسی ظلم و ستم نمی کند. یا در جای دیگر مثلا میخوانیم که خداوند متعال میفرماید که ولا یعزب عنه مثقال ذره، هیچ چیزی حتی مثقال و به اندازه یک ذره از خداوند متعال پنهان نیست، از خداوند متعال دور نیست. پس بنابراین این کمال علم خداوند متعال را میرساند. اون ذاتی که هیچ چیزی از اون پوشیده نیست در دنیا، حتی اندازه یک ذره در دنیا، در آسمان و زمین، در میان آسمان و زمین از خداوند متعال پوشیده و پنهان نیست، یعنی این که علم خداوند متعال و آگاهی خداوند متعال بسیار در حد بالایی هست که نهایتی در واقع ندارد. و یا در مورد
خلقت آسمان ها و زمین میبینیم که خداوند متعال بعد از این که این جریان را تعریف میکند و برای ما بیان میکند، در آخر میفرماید که و ما مسنا من لغوب در سوره قاف، ما را هیچ خستگی و درماندگی به ما دست نداد. این نشانه کمال قدرت خداوند متعال هست. در آیت الکرسی میخوانیم که خداوند متعال میفرماید که لا تأخذه سنة ولا نوم، خداوند متعال هیچگاه دچار خواب یا دچار چرت زدگی نمی شود. یعنی این که حی بودن خداوند متعال، قیوم بودن خداوند متعال، زندگانی و بیداری خداوند متعال در بالاترین درجه و در حد کمال خودش هست. یا در مورد این که ابصار و دیده ها نمیتوانند خداوند متعال را ببینند، خداوند متعال میفرماید که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، ابصار و دیده ها خداوند متعال را احاطه نمیکنند، درک نمیکنند به صورت کامل. این نشانه کمال عظمت و کبریای خداوند متعال هست. پس بنابراین عقیده اهل سنت و الجماعت این هست که هر چیزی را که خداوند متعال برای خودش اثبات کرده، ما برای خداوند متعال اثبات میکنیم، و هر چیزی را و هر نام و صفتی را که خداوند متعال از خودش نفی کرده، ما اون نام و صفت را از خداوند متعال نفی میکنیم و خداوند متعال را متصف به آن صفت نمیدانیم، زیرا که از دیدگاه اهل سنت و الجماعت اسماء و صفات خداوند متعال توقیفی هستند، به این معنی که فقط باید از طریق وحی، از طریق قرآن و سنت ما باید اونها را دریافت بکنیم. چیزهای عقلی نیستند که ما با عقل خودمان یا با تجربه خودمون خداوند متعال را به یک اسمی بنامیم یا یک صفتی را برای خداوند متعال اثبات بکنیم. پس بنابراین هر صفتی را که خداوند متعال برای خودش اثبات کرده، ما برای خداوند متعال اثبات میکنیم، و هر صفتی را که خداوند متعال از خودش نفی کرده، ما از خداوند متعال نفی میکنیم. در ادامه امام طحاوی میفرماید که ولا اله غیره، غیر از الله معبودی نیست. ولا اله غیره، این در واقع برگرفته از کلمه طیبه هست که همه من و شما روزانه تکرار میکنیم و ورد زمان من و شما هست که لا اله الا الله، غیر از الله هیچ معبود برحقی وجود ندارد. اینجا حتما باید بگوییم که معبودی برحق وجود ندارد، زیرا که ما میدانیم غیر از خدا معبودان دیگر هست. بسیاری از انسانها حتی در همین زمان موجودات دیگر را میپرستند. بت پرستان وجود دارند، برخی ستارگان را میپرستند، خورشید را میپرستند، حتی برخی شیطان را میپرستند. اینها در واقع معبودان باطلی هستند که غیر از خداوند متعال پرستش میشوند. پس بنابراین وقتی که ما میگوییم که لا اله الا الله، برای این که این جمله مصداقش کامل باشد و معنیش درست در بیاید، باید ببینیم که غیر از الله معبودی حقیقی و معبودی که قابل پرستش باشد، غیر از الله معبودی دیگر وجود ندارد. و این کلمه اله در واقع به معنی معبود هست. لا اله الا الله یعنی این که الهی و معبودی غیر از الله وجود ندارد، که اله گرفته شده از اله، الهتن و الوهتن، این به معنی عبد عبادتن هست، و مألوه به معنی معبود هست. اله به معنی مألوه و مألوه به معنی معبود هست. یعنی این که وقتی که ما میگیم لا اله الا الله، یعنی این که لا معبود الا الله، غیر از الله معبودی دیگر و کسی دیگر که لیاقت پرستش و بندگی را داشته باشد، در واقع غیر از الله کسی دیگر وجود ندارد. متاسفانه بسیاری از مسلمانان ما میبینیم که گاهی وقت شاید به عمد و گاهی نادانسته این جمله لا اله الا الله را اشتباه ترجمه میکنند. مثلا میگویند که لا اله الا الله یعنی لا موجود الا الله، در کنار این لا موجود الا الله چندین صفت دیگر را میآورند و به همین ترتیب اونو بیان میکنند که لا موجود الا الله، لا اله الا الله یعنی لا خالق الا الله. بله، ما هم معتقد به این هستیم که لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا مالک الا الله، غیر از خدا نه خالقی هست، نه آفریدگاری هست، نه رازقی هست و نه هیچ چیزی غیر از خداوند متعال که در دنیا و در مدیریت جهان نقشی داشته باشد وجود ندارد. منتها معنی لا اله الا الله این نیست. معنی لا اله الا الله این هست که غیر از الله معبودی دیگر وجود ندارد. و به این خاطر است که کفار و مشرکان زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم اینو نمیپذیرفتند. همهشون قبول داشتند که لا خالق الا الله،
لا رازق الا الله، لا مالک الا الله. اینو کفار و کافران قبول داشتن در زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم و صراحتا در قرآن هم بیان شده که خداوند متعال میفرماید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر از این مشرکان بپرسی که آسمان و زمین رو کی آفریده، میگویند الله. اونها هم این معتقد بودند که الله خالق هست، مالک هست و رازق هست. هیچ یکی از بت‌ها در زمان مشرکان، هیچ کسی از مشرکان معتقد به این نبودند که بت‌های ما خالق هستند یا رازق هستند یا مالک هستند. پس بنابراین معنی درست و صحیح لا اله الا الله این است که لا معبود الا الله. و این که برخی میگویند که لا موجود الا الله، این جمله بسیار اشتباهی هست و معنی بسیار کفرآمیز و شرک‌آمیزی رو دارد که ما مسلمانان باید از آن پرهیز بکنیم. منتها بعضی از مسلمانان از آن جایی که به اصل معنای این جمله که لا موجود الا الله واقف نیستند و نمیدانند و اینو یک جمله عرفانی تصور میکنند و میگویند که لا موجود الا الله، در واقع این جمله یک جمله شرک‌آمیز هست و این برمیگرده به عقیده وحدت الوجود یا اتحاد و حلولی که برخی از صوفیان گمراه و منحرف داشتند. و معنی این جمله این است که لا موجود الا الله، غیر از الله موجودی دیگر وجود ندارد. یعنی این که در نهایتا هر موجودی که وجود دارد همه الله هستند. یعنی این که ذات خداوند متعال در تمامی موجودات حلول کرده و نهایتا متحد شدند، یعنی خالق و مخلوق یکی شده. این است که میگویند که لا موجود الا الله، غیر از خدا موجودی دیگر وجود ندارد. وگرنه ما میدونیم که همه من و شما موجود هستیم، آسمان ها موجودند، زمین موجود هست، دریاها موجودند، کوه موجودند، فرشتگان موجودند، مخلوقات دیگر موجود هستند و هستند، ما میبینیم اونها را. پس این که بگیم لا موجود الا الله، غیر از خدا موجودی دیگر نیست، معنیش یک معنی شرک‌آمیزی هست که علما به صورت مفصل اینو بیانش کردند. و حتی اگر کسی دیده و دانسته معتقد به این باشد که خالق و مخلوق یکی هست، خداوند متعال در موجودات در واقع حلول کرده، وارد شده و همه یکی شدن، این چنین شخصی در واقع کافر هست و از اسلام در واقع برگشته. منتها بسیاری از مسلمانان در اینجا فکر میکنند که لا اله الا الله به صورت کلی، وقتی که کسی گفت، من قبلا هم عرض کردم که این عقیده تمام پیامبران بوده و دعوت تمام پیامبران اولوالعزم بوده که خداوند متعال فرستاده برای هدایت انسانها. به طور مثال خداوند متعال درباره نوح مثلا میگوید که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ما نوح را فرستادیم نزد قومش که به مردم این جمله را بگوید که اعبدوا الله، خدا را پرستش بکنید، ما لکم من اله غیره، غیر از الله معبودی دیگری را ندارید. حضرت هود را هم مثلا میفرماید که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. صالح هم به قوم خودش فرمود که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره در سوره اعراف. حضرت صالح علیه السلام هم به قوم خودش فرمود اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. حضرت شعیب هم به قوم خودش فرمود اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. در جاهای زیادی در سوره های متفاوتی در سوره اعراف، خصوصا در سوره اعراف، خداوند متعال وقتی که داستان پیامبران را بیان میکند این جمله را از تک تک پیامبران نقل میکند که اونها به پیروان خودشان میگفتند اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، خداوند متعال را پرستش بکنید زیرا که غیر از الله معبودی دیگر وجود ندارد. پس بنابراین این جمله لا اله الا الله یا لا اله غیره این در واقع رسالت مشترک تمامی پیامبرانی بوده که خداوند متعال برای هدایت انسانها فرستاده و در واقع لا اله الا الله کلید بهشت هست. منتها کلیدی هست که شرط و یک سری شروطی رو دارد. به این معنی نیست که هر کسی بگوید لا اله الا الله، یعنی به مجرد گفتن لا اله الا الله با یک اقرار زبانی بدون هیچ گونه عمل انسان وارد بهشت بشود، بلکه عقیده اهل سنت و الجماعت این است که الایمان قول و
قول و عمل و اعتقاد، که ایمان مجموعه ای از گفتار و کردار و اعتقاد هست. یعنی در کنار این که ما معتقد هستیم به این که هیچ اللهی و هیچ معبودی غیر از الله وجود ندارد، باید عملا هم اثبات بکنیم و این رو ثابت بکنیم که غیر از الله معبودی دیگر وجود ندارد. پس بنابراین وقتی که ما میگیم لا اله غیره، لا اله الا الله، باید هم عملا کسی دیگر غیر از الله را نپرستیم و بقیه احکام و فرامین خداوند متعال را اجرا بکنیم. از یک از علمای معروف و سلف صالح که به نام وهب ابن منبه هست پرسیدند که آیا مگر لا اله الا الله کلید بهشت نیست؟ گفت بله، لا اله الا الله کلید بهشت هست. و منظور سوال کننده و گوینده این بود که یعنی این که انسان وقتی که بگوید لا اله الا الله دیگه وارد بهشت می شود و نیازی به عمل نیست. و این عقیده مرجعه هست، اونهایی که میگن که ایمان فقط این است که انسان بگوید و معتقد به این باشد که لا اله الا الله و هیچ نیازی به عمل دیگر نیست. وهب ابن منبه فرمود در جواب که بله، لا اله الا الله کلید بهشت هست، منتها هر کلیدی دندانه ای دارد. اگر کلیدی که شما دارید دندانه نداشته باشد، در واقع نمیتواند قفل را باز بکند. اگر این که شما میگید لا اله الا الله که واقعا کلید بهشت هست، اگر این لا اله الا الله شما دندانه نداشته باشد، یعنی این که عمل نداشته باشید، شما نماز نباشد، روزه نباشد، زکات نباشد، حج نباشد، انجام دادن دیگر دستورات خداوند متعال نباشد، این کلید شما، کلید لا اله الا الله بدون دندانه هست و در واقع نمیتواند دروازه بهشت را باز بکند. پس بنابراین همه من و شما باید در کنار این که معتقد هستیم که لا اله الا الله خداوند متعال تنها معبود بر حق هست و غیر از اون معبودی نیست، عملا نیز باید تنها خداوند متعال را عبادت بکنیم. پس بنابراین در این جملات حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه ولا شیء مثله، که چیزی مثل خداوند متعال نیست، ولا شیء یعجزه، چیزی خداوند متعال را عاجز و ناتوان نمیگرداند، ولا اله غیره، و غیر از الله معبودی دیگر نیست، در واقع توحید کامل را از اعتقاد و از منظر اهل سنت و الجماعت در واقع بیان کرده که این در برگیرنده توحید اسما و صفات و توحید ربوبیت و توحید الوهیت خداوند متعال هست. تا برنامه دیگر که با مقطع دیگر از عبارات امام طحاوی در خدمت شما باشم، تمامی شما را به خداوند متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد.